أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروى. السلام عليكم. بعد از اون از شما یاردمچی‌ها که با ما یاردم میکنن هزار تشکر. عمری دراز، تخت بلند، بخت سفید، خدا گوجه باشه، عمر دراز باشه، در بالای فرزندانتون باشین. امید الله اکبر. همه تو در رحمت کلان هزار ما باید نماینده که ما را دستگیری میکنن. حياتي وفيا لأجل هناء البشر، أقول له أفلح الأوفياء. خدای مهربان خیراتون کنه، خدای سلامت خدا نگهدار تو باشه. من شرف برم بذار همینا هم رنگ شما آره دست خیر شد. آمین. راه کنه. وسحقا لذاك الذي قد غادر، هنيئا لمن أخلص الحب عمرا، وسحقا لذاك. پروردگار همه کدامی که ما در خیر کده گذشتگیش رحمت و مغفرت کنه، خداوند خیر کدگیشان به درگاهش قبول کنه، روزا نمازشان خداوند قبول کنه. پروردگار در چند دیگه دولتشون زیاده کردن. از خدا طلب میکنیم که پروردگار عمر درازی با برکت در اهل خاندانش خداوند کرد. خدای تعالی انسانی که خیر میکنه خیرشان به درگاهش قبول کنه، پولی افتادگی جان داره روی خیر خرج کنه، دست کم نبینم. رحمت یا رحمت الله. امین. پروردگار کسی همه چیز خیر کرده، دسته خیر پروردگار همه آرزوش برآورده کنه. خدا سر زمین موی دستگیری میکنه، پروردگار خواب زور نکنه، پروردگار خیر کرده که به درگاهش قبول کنه. فرزندشون نگهبان شما. هزار رحمت که ما داریم زنای دستگیری میکنه. هزار رحمت. پروردگار کریم مرد که همه خیر کرده، خداوند کریم پروردگار کریم ای خداوند زیادش کنه، به درد و به غمش کنه، بچه‌هاش عمر دراز کنه، کیلونش همه‌ش پروردگار کریم این خیری که دیگه با ای زیاد. السلام علیکم مردم شهروند جمهوری تاجیکستان. باعث افتخار و سرفرازی است که ما از اون گروه دست خیر مرحله چهارمی که برای 100 نفر اویله‌های نیازمند یتیمان بیچارگان تقسیمات خوراک داریم که در عموم 650 نفر است. گرچند که 550 نفر در شهر دوشنبه و ناحیه توبه مرکز بود، در مرحله چهارم تصمیم گرفتیم که برای 100 نفر اویله‌های نیازمند که علل خصوص ناحیه فیض‌آباد، عیسی، ترسونزاده، ناحیه یابان، ولایت ختلان تقسیمات ادامه دهیم. از این گواهی می‌دهد که شکرانه تنجی و امانی صلح و آرامی است که ما امروز از اون گروه دست خیر در یک جایگی چگونه که در اطراف من می‌بینید که برادران اومدن با طریق جسمانی کمک سهم اختراع گذاردن. می‌نداری خود را به اون شخصان برادران که می‌رسونیم که سهم اختراع گذاردن. یک جهان تشکر. مردم دست خیر باشید. ان که در آینده با تصمیم‌های زیاد داریم که برای مردم نیازمند دستگیر و در برشان همکار و مهربان باشیم. قد حصى سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر. هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم